این چند سال چی شد که خوشسالی‌های ایران انقدر ترسناک شد؟ ایران همین 1-2 سال اخیر یه چیز عجیب رو تجربه کرده. بارش‌ها تو خیلی استان‌ها تا 70 الی 80% کم شد. دما تو بعضی شهرها از 50 درجه هم رد شد. 19 تا سد بزرگ کشور به مرحله بحران رسیدن، یعنی ظرفیتشون رسیده به زیر 5%. تو تهران انقدر آب سدها پایین رفته که تو بعضی نقاط کف مخزن دیده میشه. انگار دریاچه نیست، گودال خشکه. زاینده رود که یه زمانی قلب اصفهان بوده الان بیشتر سال خشکه. سیستان و بلوچستان خیلی جاهاش کلن بدون آب داره زندگی میکنه. تالاو گاوخونی، هورالعظیم، بختگان، جازموریان خیلی هاشون یا خوش شدن یا تو کما هستن. اینا تازه بخش‌های واقعی و قابل اندازه‌گیری ماجراست. پس بیا ادامه بدیم تا پارت بعد.